پشتکار از زمانی شروع میشه که ما از شرایط فعلی خودمون ناراضی میشیم و تصمیم میگیریم که این شرایط فعلی خودمون رو تغییر بدیم. اما ما میخوایم یک مقدار سرعتمون بیشتر باشه، ایمنمون بیشتر باشه و از دو جهت حمایت بشیم. به جز پشتکار که به خاطر گذشته ما هست، یه بخش دیگه هم داریم که اسم این بخش رو من با اجازه شما میذارم جلوکار. یعنی روندی که واسه آینده ماست. حالا ما یک فشاری از پشت سر داریم که نمیذاره ما عقب نشینی بکنیم. حالا یک قلاب جذابی هم گیر انداختیم به زندگی آرمانیمون و اینقدر فوق‌العاده است و کشش و گرایش ایجاد میکنه که من مدام به سمتش حرکت میکنم. حالا این فشار از پشت سر و این کشش از سمت جلو به من کمک میکنه من دوام بیشتری بیارم، با سرعت و با کیفیت بالاتر و بیشتری حرکت بکنم.